درود بر همه عزیزان بند رو پی میگیریم. ترجیع بند قالب شعری است که از غزل‌های مختلفی تشکیل میشه و این غزل‌های مختلف رو بیت یکسان مسرعی به همدیگه متصل میکنه. اون بیت یکسان مسرع رو بهش میگن بیت ترجیع، مثل ترجیع بند زیبای سعدی شیرین سخن که بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خویش گیرم. این بیت تکراری بین غزل‌های مختلف میشینه. اما در اینجا من یکی از ترجیع بندهای معروف زیبای فارسی رو که از حاطف اصفهانی هست براتون میخونم. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. گر به اقلیم عشق رویاری، همه آفاق گلستان بینی. غزل هستش که محتوای اون معمولاً مدح و عشق و عرفان هستش و با غزل بعدی که این دو بیت رو من از غزل بعد میخونم: یار بی پرده از در و دیوار، در تجلیست یا اولی الابصار. شمع جویی و آفتاب بلند، روز بس روشن و تو در شب تار. این دو غزل مختلف رو این بیت یکسان که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، به همدیگه متصل میکنه. تفاوت ترجیع بند با ترکیب بند در این هستش که در ترکیب بند اون بیت متفاوته، دیگه بیت تکراری ما لابلای غزل ها نداریم. معروف ترین ترکیب بند هم ترکیب بند محتشم کاشانی هستش که معرف حضورتون هست. با این بیت من شروع می کنم: باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است، که ادامه پیدا میکنه و با بیت متفاوت مسرعی به غزل بعدی متصل میشه. متشکرم.